سلام، وقتتون بخیر باشه. با یک قسمت دیگه از نکات کلینیکی در خدمتتون هستیم. در این قسمت میخوام به یک عارضه اشاره بکنم که خیلی اوقات ممکنه ببینید. تو موارد التهابی چشم ممکنه ایجاد بشه، ولی غالبا ممکنه توی سگ‌های مسن ببینیدش که خب از این زاویه که بهش نگاه میکنیم خیلی اوقات ممکنه که تصور بکنیم که آب مروارید هست و یا همون کاتاراکت هست، ولی خب اون چیزی که به ما خیلی کمک میکنه، همونطور که توی یکی از ویدیوهای قبلی هم خدمتتون عرض کرده بودم، نگاه کردن به چشم با نور اسلیت هست. شما این نور اسلیت رو روی افتالموسکوپ های خودتون هم دارید و وقتی که نگاه میکنید به این با نور اسلیت به این چشم میبینید که ما اینجا عدسی یا لنز رو داریم که حالا تا یه حدی دچار کدورت شده که خب این به خاطر مسن بودن بیمار ما هست و بهش میگن نیوکلیار اسکلروزیس که قبلا در موردش صحبت کردیم. ولی این ناحیه مد نظر ما هست که دقیقاً پشت عدسی یا لنز قرار داره و اون نقاطی رو که شما میبینید که توی این تصویر هم کاملا مشخص هست، اینجا خیلی بهتر ما میتونیم مشاهدهش بکنیم که این نقاط معمولاً فسفولیپید و کلسیوم هستن به صورت کامپلکس که به این حالت در اومدن و از نظر علمی اتفاقی که افتاده اینه که ویتره یا در حقیقت زجاجی دچار دژنریشن شده که خب هم میتونه در اثر بیماری التهابی اتفاق بیفته، هم میتونه در اثر عرض کنم خدمت شما مسن شدن حیوان اتفاق بیفته که خب این زایه که در سگ‌های مسن غالبا دیده میشه بهش استروید هیالوسیس میگن که حالا توی این فیلم کوتاه میتونید ببینید در حقیقت این استروید هیالوسیس رو که وقتی که من حالا فیلم رو جابجا میکنم میبینید که با تکون خوردن چشم در حقیقت شما حرکت این ذرات رو توی ویتره کاملا مشاهده میکنید. این است و تو این زاویه هم اگه نگاه بکنیم ما تپتار ریفلکشن یا رفلکس در حقیقت تپیتوم رو اینجا داریم و این نوع زایات دژنراتیو و التهابی حالا ممکنه باشه ممکنه نباشه، خیلی اوقات میتونه عوارضی هم داشته باشه و در طولانی مدت میتونه حیوان رو مستعد جدا شدگی شبکیه هم بکنه. ولی اگر صرفا دژنراتیو باشه و التهابی نباشه خیلی نگران کننده نیست، ولی اگر التهابی باشه خب میتونه خیلی زود باعث آسیب بیشتر و باعث جدا شدگی شبکیه بشه. اگر صرفا دژنراتیو باشه باید شما بیماری مسنتون معمولا هر 6 ماه یک بار چک بکنید، تغییراتش رو ببینید و تا جایی که میشه فاندوسکوپی بکنید و شبکیه رو چک بکنید، ببینید تغییراتی تو شبکیه هم وجود داره یا نه. البته خب تو این بیمارا با وجود این در حقیقت استروید هیالوسیس یه مقداری مشکل هست چک کردن شبکیه که خب میشه از میدیاتیکا استفاده کرد، مردمک رو باز کرد مثلا با تروپیکامید و بعد بهتر بتونید شبکیه رو چک بکنید. حتما دیگه نکته خاصی وجود نداره، فقط هدف از این در حقیقت قسمت این بود که شما با این استروید هیالوسیس آشنا بشید و بدونید که این حالا میتونه خیلی اوقات نورمال فیزیولوژیک چنجز باشه و خیلی چیز عجیب غریبی شاید واقعا نباشه، ولی تغییراتی که میبینید همونطور که گفتم چیزی که ذکر شده توی کتابا کمپلکس های کلسیوم فسفولیپید یا کلسیوم فسفات ذکر شده که میتونه باشه و برای همین حالت درخشنده هم داره یا حالتش یک آسمان پر از ستاره رو در حقیقت شما تو چشم بیمارتون مشاهده میکنید. امیدوارم اوقات خوبی رو داشته باشین و براتون مفید بوده باشه. اوقاتتون خوش باشه. ممنونم.